نور پردازی. بله، نور پردازی مهمترین چیزی که میتونید توی کیفیت عکاسیتون و تولید محتواتون خیلی تاثیرگذار باشه، که باید بدونید نسبت به بودجه‌ای که دارین و سبک کاری که دارین انجام میدین چه نوری رو تهیه کنید. با من همراه باشین تا آخر این ویدیو تا بهتون بگم. کلا دو دسته نور داریم، نورهای فلشی و نورهای ثابت. نورهای فلشی مثل اسپید لایت ها یا فلش های استودیویی که فقط میتونید باهاشون عکاسی کنید. دسته دوم نورهای ثابت یا پنل های نوری مثل نورهای سافت لایت، رینگ لایت یا باتومی لایت. پیشنهاد من به شما نورهای ثابت و پنل نوری هستن. اما چرا؟ چون هم قیمت مناسبی دارن، هم میتونید به صورت سیار روی دوری متصلشون کنید، هم توی استودیو ازشون استفاده کنید، هم توی عکاسی و هم توی فیلم برداری کاربرد دارن. کلی افکت های نورهای رنگی دارن که توی تیزر سازی و کلیپ های تبلیغاتی میتونید ازشون استفاده کنید. حالا اگه خواستی بیشتر در مورد تجهیزات عکاسی بدونی، حتما یه سر به چنلم بزن. مرسی از همراهیتون.